صدمند سرحال باشین. خوش آمدید به سلسله جلسات بیزنس اکادمی درباره پرایوت لیبل فهمیدیم، هولسیل فهمیدیم، بخیر آربیتراژ. ببین دوست، آربیتراژ کس توصیه نمیشه، شروع هم نکنین، یادم نگیرین خوب است. به خاطر چی؟ سابق ما مکمل آربیتراژ میکردیم اما فعلا ریسکی شده. فعلا آربیتراژ چی شده؟ ریسکی شده، خطر شده. چی است آربیتراژ؟ دوستا ببینین، ما براتون گفته بودم وقتی که یک جنس ما شما داموزول لانچ میکنیم، یک جنس که داموزول لانچ میکنیم، اولین چیزی که از ما پرسان میشه بلش نشان بده، میگه که از کجای جنس خریداری کردی، بلش نشان بده. درست؟ امی جنسایی که از ما شما بل میطلبیست که به طور قانونی و رسمی ما اجازه فروش از برند میگرفتیم، بل بر ما میداد، جنسش خریداری میکردیم، بلش رو آمازون اپلود میکردیم و بلش قبول میشد آمازون تا اینکه به فروش برسانیم. امی جنسا رو ما به نام چی میگفتیم؟ در اصطلاحات گفته بودم به نام جنسای گیتد میگیم. اما جنسایی که فروختن از این نیاز به بل نداره، فروختنش نیاز به بل نداره، که مستقیم میری لیستینگ تا میکنی، جنس انتقال پیدا میکنی. این به نام چی است دوستا؟ انگیت. جنسایی که به خاطر فروشش به بل ضرورت نداریم به نام انگیت میگه. در درس اصطلاحات گفته بودم فروختن جنسای انگیت، فروختن جنسای انگیت او را هم در صورتی که ما شما چی کنیم؟ از خرده فروش بیخی بخریم، 2 دانه از یک جای، 3 دانه از یک جای، از هر جای پیدا کنیم، جنس هم بل کار نداره، بیار لانچش بکو به فروش برسان. امیر چی میگه؟ ما شما آربیتراژ میگیم، ریتیل آربیتراژ. درست؟ ده هولسیل اسناد تهیه میشه، LLC EIN، کل چیزای بانک تا جور میکنی، کل چیزای تا جور میکنی، به طور رسمی اپرووال میگیری، جنس خریداری میکنی، بلش اپلود میکنی تا به فروش برسه. ده آربیتراژ هیچ جگه پا نیست. ده آربیتراژ تو از نفر چون نداری LLC EIN چیزا نداری، تو میری چی میکنی؟ از خرده فروش ها میخری، مثلا والمارت، مثلا ایبی، از جایی که خرده فروش است مثل آمازون، اما نسبت به آمازون ارزان تر است. از اونجا جنس خریداری میشه، مستقیم لیستینگ میشه، مستقیم ارسال میشه. اما چرا میگم آربیتراژ نکنین؟ چرا ریسکی شده؟ میبینین در سال 2023 تقریبا 30,000 اکانت آمازون لاک شد از پاکستان، اکانت پاکستانی ها. به خاطر چی؟ به خاطر که آربیتراژ انجام میدادن و کار فیک میکردن. کار فیک چی میشه؟ امی پروداکت های انگیت، جنس های انگیت که به خاطر فروشش نیاز به بل نداریم، درست؟ از این موضوع یا سوء استفاده میکنن. چه قسم سوء استفاده میکنن؟ فرض مثال اینی جنس است، این یک جنس است در آمازون، اصلی از شرکت مثلا اپل، صحیح؟ خود جنس معتبر، به خاطر فروش از اینکه توی را بفروش برسانی، تو اپل چون تو صاحب اپل خو نیستی، نه؟ اگر تو میخوای این را به فروش برسانی، تو مجبور هستی که به طور رسمی توسط LLC اجازه فروشش از اپل بگیری، یا از خودش بخری یا از عمده فروشش، اتورایز عمده فروشش. درست؟ در این صورت تو میتونی که بل بگیری و در آمازون به فروش برسانی. اگر امی جنس در آمازون انگیت باشه، به خاطر فروشش نیاز به بل نداشته باشی، یعنی مشکل نیست دیگه، بل چی اپل باشه چی هر شرکت باشه، گپ نیست، ما شما هیچ کار نداریم که اپرووال بگیریم. امی جنس تو در چینایی بگو، عین شکل تهیه میکنه برات، عین شکل چینایی برای جنس تهیه میکنه. مثلا یک جنس است اینجا، هیچ چیز نیست، یک جنس دیگر نشان میدم. خب مثلا یک جنس است این مایک، درست؟ این مایک است از شرکت مثلا شرکت زکی، نام شرکتش است، از برندش است. این برند اصلی است، به خاطر فروشش هم اگر در صورت که گیتد است نیاز بلش باید بگیری و در طور رسمی بفروشی. نه اگر این انگیت است بل کار نداره، تو برو چینایی را بگو، در علی بابا بگو که اینمی مایک او خود داره، می قسم مایکا لوگوی زکی را سرش بزن، عین شکل برای تولید میکنه، عین شکل، اما چی از فیک از کپی است. پاکستانی‌ها چقدر می کار میکنن، افغانای خود ما شما جنسای بسم الله جنسای کپی را چی میکنن؟ جنسای کپی را به فروش میرسانن، صحیح است؟ و مثلا ایده پیش برندش اصل از $30 به نرخ عمده، در پیش چینایی $5 برای تهیه میکنه، فیک است دیگه، نه کپی است. $5 برای تهیه میکنه، این رای میکنی، لیستینگ میکنی، به فروش میرسونی. اما چی از کپی است، فیک است. وقتی یک جنس شما میبینین انگیت است، آربیتراژ کردن، ریسکش دایی است. خب آربیتراژ کردن یک جنس میبینین انگیت است، شما بیخی از برند خودش آوردی، هیچ از برند خودش آوردی، هیچ تو کار فیک نکردی. میبینی این جنس 20 فروشنده داره، یک مشتری آردر میته، آمازون جنس ارسال میکنه در مشتری ها میقسم، از مقاد 20 فروشنده یک نفر خلافکار مثلا میبره، از قاد 20 نفر فروشنده یک نفر خلافکار میبره، فیک جنس فیک در آمازون آورده، جنس فیک، جنس اصلی را نه، فیک برند. وقت مشتری را آردر میته، این مشتری نمیره فهمید که می فیک است، عکس فقط کافی است یک عکسش بگیره در قسمت ریویوی آمازون بره،
یک ریویو خراب بده، ریویو بد بده، بگه که اینی جنسه، برای ما گفته بود مید این یو اس ای از برند زکی، اما این مید این چاینا هسته، یا ای که مید این چاینا را نوشته نباشه میفهمه این کپی است. آمازون چیکار میکنه؟ اینمی 20 نفری که فروشنده بود مکمل اکانتایشون ساسپند میکنه. فقط از چی شروع بکنیم؟ از هولسیل شروع بکنیم، نتیجه مثبت میبینین. اینی بود دوستا آربیتراژ، جنسای انگیت فروختن، او را از خورده فروش و از هر جا جمع کرده میآوردیم، اینی جنس به فروش میرسوندیم. دیگه بخیر تا جلسه بعدی، خداحافظ، نگهدارتان. بعد از این بخیر هولسیل شروع میکنیم، پروداکت هانتینگ، سورسینگ، چی چیزا در هولسیل ضرورت داریم، از کجا شروع بکنیم تا اینکه بخیر یک جنس لانچ شود. سلامت باشین، خداحافظ.